برای آدمانی شهیدان در جنگ بزرگ وطنی رفته ما همیشه خدمت میکنیم. منصفه وهاب و خواننده صنف هفتم مؤسسه تعلیمی رقم 15 شهر خوجند یکی از اشتراکچی کراول فخری در هفته پاس خاطر می باشد و امروز همراهی یک گروه اعضایان فعال سازمان خوانندگان به نزد مجسمه شهیدان جنگ بزرگ وطنی آمد. میگوید که برای پاس خاطر این قهرمانان با نوبت در نزد مجسمه شهیدان صف می آرایند، زیرا بنا به گفته کارنمای اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در آرامی و آسودگی وطنمان خیلی نظرس است. ما امروز یک گروه خوانندگان صنف حفی ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر خوجند در نزد مجسمه شهیدان جنگ بزرگ وطنی آمدیم و در مدت 10 دقیقه جایهایمان را عوض می‌نماییم. برای این کارهای جمعیتی ما همیشه تیاریم. روز چهارم است که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نواحی ولایت سوخت به هفته پاس خاطر جلب شدند. دوام هفته جاری یعنی تا سنه 9 می اعضایان فعال سازمان خوانندگان با نوبت در نزد مجسمه شهیدان قرار می‌گیرند و با رمز احترام به جانفدایی و قهرمانی شهیدان جنگ ارزش‌گذاری می‌نمایند. این کار با مقصد آگاه نمودن نسل نورس از تاریخ جنگ بزرگ وطنی و قهرمانی و کارنمایی‌های شهیدان و اشتراکچیان جنگ روی دست گرفته شده است. آموزگاران مؤسسه هم اعلان شدن هفته پاس خاطر را به مناسبت 77 سالگی عید غلبه برای خوانندگان مفید ارزیابی می‌کنند، زیرا این کار طی چند سال اخیر علاقه به حکم عنعنه درآمده است و خوانندگان هم برای این آمادگی خوب می‌بینند. Цель проведения таких мероприятий – это патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, чтобы наши дети чтили и помнили подвиг своих дедов, прадедов, никогда не забывали об этом и не допускали войны, и чтобы всегда над их головами было светлое небо. هفته پاس خاطر در اساس دستور ریاست معارف ولایت سوخت بخشیده به گرامی داشته خاطره نیک شهیدان جنگ بزرگ وطنی با جلب اعضایان فعال سازمان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نواحی ولایت در نزد مجسمه‌های شهیدان جنگ با تشکیل کراول فخری به راه مانده می شود. در این هفته همه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی فعالانه اشتراک می‌کنند. در مکتب‌ها نیز با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی نسل نورس قبول دست جمعانه اعضای فعال به صف سازمان خوانندگان و چاره‌بینی های گوناگون با مناسبت عید غلبه گذرانیده می شود. Каждый год уже в течение многих лет, в течение 30-40 лет, эта традиция осталась от пионерской организации, кто помнит. Каждый год дети у нескольких памятников, все памятники, которые в городе находятся, проводят неделю почетного караула. امسال کشورهای سابق اتحادیه شوروی از 77مین سالگرد عید غلبه تجلیل می‌کنند. حالا بیشتر اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در قید حیات نیستند، اما خاطره نیک آنها در دل مردم تاجیک تا ابد نیک باقی خواهد ماند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه تلاتی خبر.